دوستان عزیز این شخصیت بزرگ در روزی ظهور گذشت، در روزی که خانه‌اش سرشار میهمان است. بینید خاکساری، فروتنی و ارج گذاشتن به قدر انسان تا این حد می شود که شما میگذارید تنتنه خانه‌تان، خرسندی خانواده‌تان، خرسندی تمام فرزنداتان یک طرف می‌رید به خاطر برداشتن دل یک هم ملت و خاطر بالا برداشتن روحیه یک هموطن همه را رها میکنی، میگویی سری بزمی یک هموطن و این شخصی خاکسار افضل شهودی هنرمند مردمی تاجیکستان است. مورد تولدتان مبارک شود. محمد عزیز 100 ساله شوید. خوشی کنه